با درود و وقت بخیر، امیدوارم حالتون عالی باشه. با شما هستم با تحلیل روزانه اتریوم در تاریخ 6 می. در هفته گذشته شاهد بودیم بعد از اینکه قیمت بیش از 8% نوسانی که داشت، در نهایت در محدوده $2320 بسته شد. با آغاز این هفته با رشدی که در قیمت اتریوم شاهد بودیم، در محدوده $2370 قرار گرفته و پایین‌تر از ناحیه FVG هفتگی معامله میشه. با بررسی میدونی دقیقاً چرا سودات کمتر از ضرراته؟ چون ترید ها تو تحلیل نمی‌کنی، فقط اجرا می‌کنی. تریدینگ جورنال اپ برای متای 4 و 5 رو الان رایگاندان.com. تایم فریم روزانه میتونیم مشاهده کنیم از ابتدای ماه جاری قیمت اتریوم در یک حرکت صعودی قرار گرفته و در حال نزدیک شدن به سقف هفته گذشته خودش میباشد. در حال حاضر اصلی ترین مقاومت پیش روی قیمت رو ناحیه $2400 در نظر داریم و قیمت با پشت سر گذاشتن این ناحیه میتونه به سمت اهداف بالاتر حرکت داشته باشه. در حال بررسی جریان ورود و خروجی به صندوق‌های ETF اتریوم هستیم. در اینجا میتونیم مشاهده کنیم بعد از اینکه در ابتدای هفته شاهد خروج سرمایه از این صندوق‌ها بودیم، در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته با یک جریان سنگین ورودی روبرو شدیم. در ادامه از ابتدای این هفته نیز شاهد جریان ورودی و مثبتی به این صندوق‌ها بودیم. در ادامه شاخص ترس و طمع رو مشاهده می‌کنید. در حال حاضر در محدوده خنثی و روی عدد 50 قرار گرفته. در حال بررسی تایم فریم 4 ساعته هستیم. در اینجا میتونیم مشاهده کنیم بعد از اینکه قیمت بالاترین سقف 3 ماه اخیر خودش رو ثبت کرد، از اینجا عقب نشینی داشتیم و هنوز قدرت کافی رو برای شکستن این مقاومت جمع‌آوری نکرد. در نهایت با نوساناتی که در قیمت اتریوم شاهد بودیم، قیمت پایین‌تر اومد، کف قبلی خودش رو به سمت پایین شکست که این رو یک چنج آف کاراکتر در نظر میگیریم. اما با بازگشت ریسک پذیری به مارکت کریپتو شاهد هستیم، قیمت از ابتدای ماه جاری در یک حرکت صعودی قرار داشته و حالا منتظر هستیم تا واکنش قیمت رو نسبت به سقف قبلی خودش ببینیم. در صورتی که قیمت بتونه مقاومت‌های پیش رو رو پرقدرت به سمت بالا بشکنه، این چنج آف کاراکتر رو یک ایندیوسمنت در نظر میگیریم که قیمت بعد از جمع‌آوری نقدینگی ناحیه BPR 4 ساعته به سمت اهداف بالاتر حرکت داشته. اما در صورتی که قیمت برای به ثبت رسوندن سقف بالاتر از سقف‌های قبلی ناموفق باشه و مجددا به سمت پایین حرکت کنه، با بسته شدن پایین‌تر از کف قبلی میتونیم یک بریک آف استراکچر نزولی و تاییدیه‌ای برای این آغاز روند نزولی داشته باشیم. برای پیشبینی بهتر نقشه نقدینگی اتریوم رو بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که در حرکت نزولی که داشته نقدینگی سل ساید خوبی رو از محدوده $2357 جمع‌آوری کرده و حالا نقدینگی سل ساید بعدی رو در محدوده $2340 در نظر خواهیم داشت. به عنوان اصلی ترین نقدینگی بای ساید محدوده $2406 رو خواهیم داشت. در حال بررسی تایم فریم 1 ساعته هستیم. در اینجا میتونیم حرکت صعودی قیمت و مقاومت پیش رو مشاهده کنیم که نقدینگی بای ساید اصلی در این ناحیه قرار گرفته. با توجه به افزایش ریسک پذیری مارکت کریپتو برای ادامه روز، حرکتی که برای اتریوم میتونیم در نظر داشته باشیم اینه که بعد از جمع‌آوری نقدینگی داخلی و نقدینگی سل ساید بتونه به سمت اهداف بالاتر حرکت داشته باشه. به عنوان مثال با بررسی تایم فریم 30 دقیقه در اینجا میتونیم استراتژی شماره 4 رو مشاهده کنیم که قیمت با کندل های نزولی به سمت یک سطح کلیدی نزدیک شده و بعد از اینکه در یکی از کندل های نزولی نتونسته پایین‌تر از لو قبلی خودش رو ببینه، هر کندل مانیپولیشن پایین‌تر اومده و نقدینگی موجود پایین‌تر از کندل های قبلی رو جمع‌آوری کرده و به بالا بازگشته. در این نقطه امکان ورود به یک معامله وجود داشت که با قرار دادن استاپ لاس پایین‌تر از کندل شادو تونستیم اهداف نسبت آر 1 به 1 و 1 به 2 رو دنبال کنیم. موفق و پرسود باشید. 7 اندیکاتور بلوم تریدینگ: فوتپرینت، بلوم پروفایل، فست اسکن. حرفه‌ای ترید کن.